سلام به همه. امروز میخوایم بریم سراغ یه ایده فوق‌العاده قدرتمند. اینکه چطور میشه از دل آشوب، از اتفاقای غیرمنتظره نه فقط جون سالم به در برد، بلکه قوی‌تر از قبل بیرون اومد. خب این یه سوال خیلی اساسیه، نه؟ سوالی که هر کدوم از ما یه جایی تو زندگی از خودمون پرسیدیم. چون چالش‌ها همیشه هستن، نمیشه ازشون فرار کرد. اما اون چیزی که همه چیز رو تغییر میده، واکنش ما به اونهاست. آیا ضربه‌ها شما رو خرد میکنن یا برعکس بهتون نیرو میدن؟ ببینید، زندگی ما انگار همیشه روی یه آونگه که بین دو تا نقطه در نوسانه، نظم و آشوب. یه وقتایی همه چیز آرومه، قابل پیش‌بینیه، همه چیز سر جای خودشه. این میشه نظم. و یه وقتایی هم هست که یهو همه چیز به هم میریزه. و درست وسط همین آشوب هاست که یهو یه چیزی از راه میرسه که بهش میگن اسب سیاه. این یه استعاره است برای اون اتفاقای بزرگ، کاملا غیر منتظره و خیلی تاثیرگذاری که مسیر زندگی ما رو زیر و رو میکنن. فکرشو بکنید، یه بحران مالی بزرگ، یه بیماری که انتظارش رو دارید، یا یه اتفاقی که کل مسیر شغلیتون رو عوض میکنه. خب، وقتی این اسب سیاه از راه میرسه، ما دقیقاً سر یه بزنگاه سرنوشت ساز قرار میگیریم و انتخابی که تو این لحظه میکنیم میتونه کل آیندمون رو تعریف کنه. در نگاه اول به نظر میرسه دو تا راه بیشتر نداریم. راه اول اینه که تسلیم بشیم، اجازه بدیم شرایط ما رو له کنه. راه دوم اینه که برای بقا بجنگیم، یعنی سعی کنیم هر طور شده از این موج سهمگین رد بشیم. اما واقعاً همین دو تا راهه؟ یعنی راه سومی وجود نداره؟ چرا وجود داره. یه گزینه سوم هست، گزینه‌ای که از اون دوتا خیلی قدرتمندتره. ایده‌ای که نویسنده‌ای به اسم نسیم طالب بهش میگه ضد شکنندگی، و این ایده میتونه کل نگاه ما رو به بحران‌ها متحول کنه. این جمله از طالب دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. ببینید، هدف فقط زنده موندن تو شرایط سخت نیست. هدف استفاده کردن از اون شرایطه. یعنی یه جورایی از خود آشوب به نفع خودمون استفاده کنیم. به جای اینکه فقط سپر بگیریم جلوی ضربه، یاد میگیریم چطور انرژی همون ضربه رو جذب کنیم و در جهت رشد خودمون به کار بگیریم. خب، پس این ضد شکنندگی که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ خیلی ساده است. فکر کنید به یه چیزی که وقتی بهش ضربه میخوره یا تحت فشار قرار میگیره، نه تنها نمیشکنه که هیچی، تازه از قبلم قوی‌تر میشه. دقیقاً مثل سیستم ایمنی بدن ما، مگه نه؟ وقتی با یه ویروس مقابله میکنه، برای مقابله‌های بعدی آماده‌تر و قوی‌تر میشه. خب، توی عمل این یعنی چی؟ یعنی دو تا کار خیلی مهم. اول اینکه بعد از هر ضربه‌ای که می‌خوریم آگاهانه تصمیم بگیریم قوی‌تر بشیم، و دوم اینکه وقتی زندگی تعادل ما رو به هم میزنه، ما فعالانه دنبال یه نقطه تعادل جدید و محکم‌تر بگردیم. این یه انتخابه، یه مهارته. خیلی خوب، بیایید یکم عمیق‌تر بشیم، ببینیم این فرایند قدرت گرفتن از ضربه واقعاً چطور کار میکنه. چطور ممکنه یه چیزی مثل استرس که فکر میکنیم مخربه، در واقع سازنده باشه؟ بذارید یه مثال بزنم. یه بذر کوچیک رو تصور کنید که زیر بارون و باد داره سعی میکنه رشد کنه. این بارون و باد در ظاهر دشمنان این بذر هستن، درسته؟ اما فرایند رشد دقیقاً به همین شکله. اول چالش از راه میرسه، یعنی همون بارون و باد. این چالش بذر رو مجبور به واکنش میکنه. واکنشش چیه؟ اینکه ریشه هاشو عمیق‌تر و محکم‌تر توی خاک فرو کنه. و نتیجه نهایی چیه؟ یه درخت قوی که حالا میتونه جلوی طوفان‌های خیلی بزرگتر هم دووم بیاره. و اینجاست که به یه نکته حیاتی میرسیم. اگه اون بذر همیشه توی گلخونه امن و امان بود، بدون هیچ باد و بارونی، هیچ وقت ریشه‌های قوی پیدا نمی‌کرد. با اولین نسیم میشکست. ما آدم‌ها هم دقیقاً همینطوری هستیم. امنیت و راحتی همیشگی بزرگترین دشمن رشده. وقتی اینطوری به قضیه نگاه کنیم، کل زاویه دیدمون به آشوب عوض میشه. دیگه ازش فرار نمی‌کنیم. یاد میگیریم که چطور باهاش هم پیمان بشیم. این یه تغییر نگرش خیلی اساسیه. پس یه آدم ضد شکننده چه نقشه‌ای داره؟ نقشه‌اش خیلی واضحه. اولاً به جای اینکه از بحران فرار کنه، خودشو برای اومدنش آماده میکنه.
دوماً، هدفی نیست که هیچ وقت خراش بر نداریم، چون این اصلاً ممکن نیست. هدف اینه که از هر زخمی یه درس بسازیم. هر آسیبی میتونه یه معلم بزرگ باشه. این جمله از طالب واقعاً شاه بیت این بحثه. جنگیدن با چیزای غیرمنتظره یه جنگیه که از اول باختی. راه هوشمندانه اینه که بپذیریمش و یاد بگیریم چطور باهاش همپیمان بشیم. خب حالا که همه اینا رو کنار هم گذاشتیم، به یه نتیجه خیلی هیجان انگیز میرسیم. هر بحران، هر اسب سیاهی که سر راهمون قرار میگیره، انگار یه دعوتنامه است. دعوتنامه‌ای برای ملاقات با یه نسخه جدید و بهتر از خودمون. و حالا یه سوال مستقیم از خود شما، چون اسب سیاه بعدی برای همه ما تو راهه. این یه حقیقته. سوال این نیست که آیا میاد یا نه. سوال اینه که وقتی اومد شما آماده اید. پس دفعه بعدی که زندگی اسب سیاه یه چالش بزرگ و غیرمنتظره انداخت جلوی پاتون، به جای اینکه فرار کنید یا بترسید، وایستید و بهش یه لبخند بزنید. این لبخند نشونه ضعف نیست. برعکسه، نشونه درکه. درک این که یه فرصت بزرگ برای رشد از راه رسیده. یه جور اعلام آمادگیه. چون شاید اون بحران نیومده که شما رو بشکنه. شاید اومده تا شما رو به نسخه بعدی خودتون برسونه. یه نسخه جدید که قوی‌تره، چون یاد گرفته چطور ضربه بخوره و بلند شه، عمیق‌تره چون ریشه‌هاشو قوی‌تر کرده و شجاع‌تره چون حالا میدونه که از پس غیرمنتظره‌ها هم برمیاد. و اینم درس نهایی و شاید مهمترین نکته کل این بحث. ما کنترل اتفاقات زندگی دستمون نیست. تلاش برای کنترل کردنش هم فقط ما رو خسته و ناامید میکنه. اما اون چیزی که کاملا دست خودمونه رشد ماست. واکنشی که به اون اتفاقات نشون میدیم. پس بیایید یاد بگیریم از هر ضربه، از هر چالش به عنوان یه پله استفاده کنیم. پله‌ای برای اینکه یه قدم به اون خود واقعیمون نزدیکتر بشیم. این تمام داستان ضد شکنندگیه. آشوب رو در آغوش بگیریم تا به یه نظم درونی محکم‌تر برسیم.